الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران اهل توحید، بإذن الله سبحانه و تعالی میخواهم با شبهات و تهمتها و جهالت محمد شریفی عبدالعلیم را بیان بکنم و این چنین گمراه بودن این جماعت و عاذری، جاحظی و جهمی بودن اونها را میخواهم با ادله قرآن و سنت به شما ذکر بکنم. بله، یک چند روز هست همه شما مشاهده میکنید که اونها تسجیل ها را ترتیب میدهند و شما هم میبینید و ما هم میبینیم. اما چرا ما خاموش هستیم؟ تا امروز 2-3 روز هست که به این جهالت اونها و به گمراهی اونها چیزی نگفتیم. اولا منهج ما منهج اهل سنت و الجماعت است و می خواهیم که اونها خودشان به دهان خودشان و به اقرار خودشان عقیده خودشان را واضح بکنند. چرا؟ این مهم است. برادرانم و خواهران، دقت بدهید. تا امروز بسیار کسانی بودند که محمد شریف عبدالعلیم و برادرش را نمی شناختند، از حقیقت اونها آگاه نبودند و گمان میکردند که اینها طالب علمان اهل سنت هستند. این جماعت را که یک چند نفر عبارت هستند، فکر میکردند که طالب علمان اهل سنت و جماعت، فکر میکردند که اینها کفر بالطاغوت دارند. اینها خدمتگار طاغوت نیستند، اینها طالب علمان اهل سنت هستند. همچنین فکر میکردند. البته که ما یک چند بار بیان کرده بودیم، اما مردم و بالخصوص کسانی که به تعلیم علم مشغول هستند میخواهند خودشان ببینند که چی و چگونه عقیده دارد، کی هست و چگونه عقیده دارد. الله را شکر میگوییم و به او ثنا و ستایش میکنیم، الحمدلله رب العالمین، که این دو برادران و جماعتش آشکار شد، معلوم شد و حقیقت اونها و اخبار اونها هم به خودی بنده زیادتر واضح شد، زیرا که خودی من هم تا این درجه جاهل و حاقد و طعنه کننده و از علم دور بودن اونها را تا این درجه گمان نمی کردم. لیکن الحمدلله هر یک چیز حکمت دارد و حکمت این بحث و مناقشه هم همین است که ما باید اهل حق و اهل باطل را دریابیم. من امروز نمیخوام زیاد طولانی صحبت بکنم. اولا من به شما سبب یک چند روز خاموش بودن را گفتم. سبب این است که گذاشتم که هر چی میخواهند بگویند تا که اونها خودشان آشکار بشوند و شما هم بعدا نگویید که ما در حق اونها تهمت میکنیم. نه، شما صحبت‌های اونها را گشته و برگشته گوش بکنید، از عقیده اونها با خبر باشید و عقیده اونها را مقایسه بکنید با عقیده اهل سنت و جماعت و بدانید که در نزد اونها چی است؟ کفر فقط اعتقادی است. یعنی اونها عاذری ها هستند که مشرک را مشرک نمیگویند، مسلمانش میدانند، و طاغوت پرست هستند که طاغوت را کافر نمیشمارند. اون طاغوتی که مطلقاً به حکم غیر الله سبحانه و تعالی حکم میکند و شریعت را تبدیل داده و مبدل شده است، یعنی تبدیل کننده شریعت است. پس این بود سببی امروز صحبت کردن ما.
مسئله دیگر این است که اونها یک چند محمد شریفی عبدالعلیم یک 2-3 صوتیات را تسجیل کرده و در اون بنده را متهم کرده که گویا ما خیانت علمی میکنیم و ما بسیار چیزها را از پیش خودم گویا ترک میکنیم و بالخصوص در عباره‌ای که از فتوای شیخ بگویم ابن باز ذکر کرده شد و به مردم او تسجیل را گذاشت که گویا ما 1-2 عباره را ترک کرده شدیم. ما میگوییم خوب دقت بدهید، مبارزه بین اهل توحید و بین طاغوت پرستان مبارزه شدید است. اینجا مبارزه تا همان جا هست که انسان‌های هستند که به علما یک چیزهای را نسبت میدن که در حقیقت وجود ندارد و باز دعوا میکنند که اونها حق هستند و باز گوینده این سخنی که از شاگردانش روایت شده است این را تهمت میکنند. اولا میگوییم ما از کجا سخنهای ابن باز را ذکر کردیم. مبارزه چنان سخت است که ما به سایت ها باوری نداریم. ما طالب علمان سایت باز نیستیم، از گوگل نمیگیریم و ما مستقیم سخنهای شیخ ابن باز را از کتابهای معروف ابن باز یا که از شاگردان معروف ابن باز میگیریم، از دوستان و شاگردان معروف ابن باز. پس یکی از شاگردان معروف ابن باز که ابن باز را یعنی نشسته اند تعلیم گرفتند، علی ابن خدیر الخدیر، و یکی از دوستان نزدیک ابن باز که حتی هر دویشان بگویم دوست نزدیک از یک استاد می نشستند درس می گرفتند، حمود ابن عقل شعیبی و ابن باز اینها از یک استاد می نشستند درس می گرفتند، محمد ابن ابراهیم. و این چنین یکی از شاگردان دیگر ابن باز، یکی از شاگردان معروف ابن باز بگویم احمد ابن حمود الخالدی و یکی از دیگرش خالد ابن المرض الغامدی سخن ابن باز را همچنین نقل کردند، خیلی که ما در اونجا قرائت کردیم. البته ما هم رسم این را انشاءالله به زیر ویدیو میگذاریم که چی نوشته شده است. ببینید اولا چگونه ذکر شده است. میگن فالذین يتحاكمون الى شریعة غیر شریعة الله لا شك انهم يخرجون بذلك عن دائرة الاسلام ويكونون بذلك كفارا ظالمین فاسقین. این سخن عیناً همون سخنی بود که ما پیشتر نقل کردیم و همین سخن را بگویم این جهمی گرفت و گفت جایهایش را کم کرده. ما میگویم ما کم نکردیم و شخصا خودی من از پیش خودم کم نکردم و همین چیزی که حالا خوندم این را میتوانید پیدا بکنید از سخنهای حمود ابن عقل شعیبی که نقل میکند از ابن باز و میتوانید پیدا بکنید در کتاب شرک حکم خالد ابن المرض الغامدی که نقل میکند از ابن باز و این چنین از نقلهای علی ابن خدیر الخدیر در همین مسئله که البته ما خیلی که گفتیم رسمش رو میگذاریم. پس این فهم علمای اهل سنت و الجماعت بود و شاگردان ابن باز بود که همچنین فهمیدند و نقل کردند و ما همون نقل رو به شما میرسونیم و بار دیگر تکرار میکنیم که عقیده ابن باز در آخر الامر ابن باز همین بود. بعد از اینکه بین ابن باز و بین علمای کبار مناقشه شد، ابن باز این را قبول کردند و سخن حق را بیان کردند و گفتند که هر کسی که البته که تحاکم به شریعت غیر الله میکند شک نیست که خارج از دایره اسلام است و هر دولتی که حکم به غیر شریعت الله میکند و اطاعت و پیروی و متبع به شریعت الله نمیکند پس این دولت جاهلی، کافری، ظالمی، فاسق است. خیلی که از نقد قومیه ما این رو هم ذکر کردیم.
این بود مسئله اول. مسئله دوم در اینجا در رولی که دومش جهمی ذکر کرده است که گویا ما به جای او اجازه، یعنی کلمه را که اونجا ذکر کرده است گفتیم او ترکها و احل محلها الاحکام الوضعیه والانظمه البشریه، و گفت است که این رو هم ما از خودمون ذکر کردیم. نه، این رو هم شاگردان ابن باز همچنین ذکر کردند. پس از ابن باز دو روایت آمده است، یعنی مدخلی ها هستند که سخنهای ابن باز را همه اش را به اعتقاد میبرند و آمیخته میکنند و کلمه اش را دیگر میکنند، و اهل سنت و الجماعت هستند که هر چیزی که از استادشان شنیدند همون را میبیارند و به ما ذکر میکنند. و ما دیدیم که مدخلی ها بسیار چیزها را تغییر دادند، و اما علمای اهل سنت و الجماعت را دیدیم که خیانت ندارند. پس روایت را از علمای اهل سنت و الجماعت در روایتشان از ابن باز گرفتیم. پس ببینید که امروز بسیار سخنهای علما را تغییر میدهند، و بالخصوص امروز در بین بگویم حکومت‌های طاغوتی که مدخلی ها کمی از سبب اینکه حکومت طاغوتی را اطاعت میکنند، مدخلی ها اونجا کمی قوت در حکومت‌های طاغوتی دارند، بسیار سخنهای علما را گشته چاپ کرده اند و گشته نشر کرده اند، و به درون این بسیار چیزهای را وارد، داخل، خارج و فهمش را دیگر و دیگر کردند. اما با وجود همین ما الحمدلله علمای را داریم که همچنین نقل کرده اند و گرفتیم و باز همین سخن را بیان میکنیم. چیزی که گفتیم از شاگردی شیخ ابن باز بود، خیلی که نامهایشان را قبل گرفتیم و رسمش رو هم میگذاریم. اما بعد در مسئله گفته است کفاران را کفارون خواند. البته شاید این سخنش از حقد و از دشمنی برآمده باشد، زیرا که ما اینجا میدونیم که الف گذاشته است. جایی که الف گذاشته است بالاش دو تا تنوین گذاشته است که در نزد کتاب ما هم هست. این چنین البته که نمیخونیم، بلکه تلفظ شاید کمی واضح نباشد. کفارن باشد، او فکر کرده است که کفارون هست. البته این گریختن از بحث علمی و داخل شدن به یعنی غوغا و غیر است. باید بدانید که حمود ابن عقل الشعیبی، علی ابن خدیر الخدیر، سلیمان العلوان و دیگر از شاگردان ابن باز رحمه الله میگویند که ابن باز در آخر الامر، در آخر عمر فتوا دادند، نوشتند و گشته و برگشته تکرار میکردند که دولت هایی که به حکم غیر الله حکم میکند اینها به کفر واقع شده. این دولت ها دولت های کفری هست. اینها به کفری، مناط کفرش چی است؟ یعنی تبدیل دادن است، عملی هست. و اینها چی است؟ حاکم هایی که به حکم غیر الله حکم میکند کفر است. و این روایت از همکلاس، یعنی دوست نزدیک و علامه اهل سنت در جماعت که با ابن باز هر دوشون برابر تعلیم گرفتند، احمد ابن عقل الشعیبی و دیگر علمایی که ذکر کردیم ذکر شده است. بله، از ابن باز دو روایت است. ابن باز در اول الامر فقط اعتقادی میگفتند، اما بعد از این که علمای اهل سنت در جماعتی که در همون مملکت عربستان هستند همراه ابن باز از علمای کبار بحث و مناقشه میکنند، ابن باز از سخنشان میگردند و این چنین مقاله ها را ذکر میکنند. و حتی شیخ حمود ابن عقل الشعیبی میگوید که همین رساله که شیخ ابن باز در نقد القومیت العربیه نوشته است، این رساله کسی که اگر دلش کور نباشد، کسی که گمراه جهمی مرجئه نباشد، میداند که دلالت و آشکار و واضح بیان کرده ایستاده است که هر کسی که به حکم الله حکم میکند کافر است، و هر منطقه و هر حاکمی که به حکم غیر الله حکم میکند، بگویم این منطقه کفری، این زمین دارالکفر و همین حاکم چی است؟ کفر است. و این فهمی
علمای اهل سنت از کتاب ابن باز است. ببینید ما کتاب ابن باز رو خودمون یک بار میخونیم و بعد از اینکه فهم خودمون رو گرفتیم باز علمای اهل سنت رو میبینیم که کتاب ابن باز رو چگونه فهمیدند. برای اینکه من و یک بگویم طالب علم دیگر شاید از پیش خودمون کامل نفهمیم و بخصوص این جهمی ها وقتی که میخوانند اصلا نمیفهمند. اما وقتی که یک کتاب ابن باز رو خودت خوندی و بعد از این گفته های علمای اهل سنت رو نسبت این کتاب دیدی میفهمی که بعد عاقبت الامر چیست. علمای اهل سنت میگن که مضمون کتاب ابن باز نوشته همین است که حاکم هایی که به حکم غیر الله حکم میکنند کافرند و این دولت کفر است. و همین عباره که به معنی داد جهمیگیش او ذکر کرد اگر به همون عبارهش هم خودش اگر شرح و تفصیل بدید و اگر کور و نابینای جهمی نباشد این محمد شریف عبدالعلیم میداند که در همون سخن هم آمده است که هر کسی که به حکم الله حکم نکند یا که حکم غیر الله را به حکم الله مانند بکند یا که اجازت بدهد که به حکم غیر الله حکم کرده شود این کافر است، اگرچه اعتقاد بکند که احکام الله افضل است، اکمل است، اعدل است. پس امروزه دولت‌های دموکراتی همه اش به این سخن ابن باز اگر به خونده من هم بگوید مانند و قیاس بکنید یا که دموکرات‌های امروزه را به خونده خودی همون محمد شریف عبدالعلیم جهمی برید و مقایسه بکنید در همه حالت به سخن ابن باز این دولت دموکراتی امروزه که وجود دارد دولت کفری هست، جاهلی هست، طاغوتی هست، دارالکفر است این زمین ها و حاکمش کافر است. هم به خونده و بیان کرده این خود جهمی و هم از بیان کرده علمای ما که ذکر کردند. و این بود مختصری سخن ما. اما میگویم در مسئله حکم بغیر ما انزل الله شما گمان نکنید که فقط یک نفر یا دو نفر علما است. ما دفعه گذشته بیان کردیم و باز بیان میکنیم که ابن عثیمین آشکار و واضح گفته است که هر کسی که به غیر حکم الله حکم میکند این معنایش این است، یعنی مطلقاً به غیر حکم الله حکم میکند و به جای حکم الله کاملا دیگر حکم را میآورد و تبدیل میدهد. یک کتاب نو را میآورد و میگه که به همین کتاب نو یعنی کانستیتوسیه ما باید به همین نظام زندگی بکنیم، میگوید که این انسان پس حکم غیر الله را حلال کرده و اجازت داده و حکم غیر الله را بهتر و افضل شماریده. اگر بهتر و افضل نمیشمارید این کار رو نمیکرد. و این سخن ابن باز است. بگویم بخشش سخن ابن عثیمین است. سخن ابن عثیمین است. اما این سخن ابن عثیمین را اینها چی میگن این جهمی ها؟ نه، ابن عثیمین سخنش دو سخن دارد، سخن قدیم، سخن جدید. این سخن ابن عثیمین با صداش این چنین معروف است، پیش از مرگشون این سخن را گفته و این سخن بگویم از همه آخرین شیخ است، از شاگردانشون که از اهل سنت هستند نه از مدخلی جهمی هستند، همچنین ما روایت شده و در کتاباشون ذکر شده میبینیم. پس اینها میگن نه، سخن ابن عثیمین گذاشته می شود به قاعده اهل سنت و الجماعتی گویا که جهمی ها و بعد از این گرفته نمی شود. نه والله این منهج باطل شما است. با همین مختصری کلام فهمیدید که ما این روایت هایی که کرده ایم از علمای اهل سنتی که شاگردان ابن باز بودن کردیم و این چنین از شاگردان ابن عثیمین روایت کردیم که هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند مطلقاً این انسان چی است؟ حکم غیر الله را گویا حلال کرده از گفت ابن عثیمین و به حکم غیر الله حکم کرده و کافر و مرتد شده از گفت این چنین ابن باز. پس ابن باز و ابن عثیمین در آخر الامر مثل شما جهمی ها دموکراتی جایز است نگفتند، پادشاهی دموکراتی را به خود ولی الامر نگرفتند، مثل شما طاغوت پرست نبودند و کفر بر طاغوت ورزیدند. اما تو ای محمد شریف عبدالعلیم کجا است کفر به طاغوت است؟ پس ای مردم ببینید
اینها دولت های دموکراتی را که مطلقاً به حکم غیر الله حکم می کنند و حلال الله را حرام و حرام الله را حلال می گذارند و جایز می دانند و لیواطه و مردبازی را جایز دانستند، اما دوزنه و سیزنه شدن را جایز نیست و حرام است گفتند. اگر دوزن سیزن بگیری میبرند حبست میکنند. ربا را حلال کردند، اگر بگو حرام است و مبارزه ببر که چی نتیجه می شود که حبست میکنند. در موضوع توحید سخن کردن را گفتند این رادیکالیست و این تماما از دین نیست و سطر را انکار کردند و در بسیار اماکن دیگر سبحان الله حلال های الله را حرام و حرام الله را حلال کردند. زنا در تاجیکستان اگر دختر و پسر راضی باشد باکی ندارد، هیچ کسی به شما چیزی گفته نمیتواند. انمین است حلال کردن اونها. و این چنین در ترکیه مرد به مرد اگر توی شود، یک کسی بیاید اعتراض بکند که چرا مرد به مرد شما نکاح کردید، این حرام است، کسی بگوید حکومت میبره شما رو ترمه میکند. انمین است حلال کردن. اردوغان یا که امام علی به میکروفون برآمده نمیگه که من حلال کردم، قانونشون بیان کرده است. پس این دولت ها از نظر قرآن و سنت و از نظر علمای این امت و به اجماع این دولت ها دولت های کافر است و این حاکم ها حاکم های کافر است. اما از نظر جهمی ها این دولت ها دولت های به گفت بالخصوص محمد شریف عبدالعلیم و برادرش، هر جایی که از اون ندا کرده می شود دولت های مسلمانی است. امریکا و اروپا و این دولت ها دولت های اسلامی است و حاکمانش ولی الامر هستند، اطاعتشون واجب است و سبحان الله اینها مسلمان می شمارند. پس بدانید که این مذهب شما مذهبی باطل است و مردم باید بدانند و بشناسند که اینها انمین طالب علم، اینها مدخلی ها هستند، اینها جهمی ها هستند و اینها طاغوت پرستانی هستند که حالا لا اله الا الله محمد رسول الله را نفهمیدند، اگرچه به سویش دعوت میکنند به گفت خودشون، اما معناش را نفهمیدند، زیرا حالی طاغوت را نشناختند. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگوید بزرگترین طاغوت، رأس طاغوت 5 است و یکی از همون کسی که به حکم غیر الله حکم میکند. پس این علمایی که امروز میگویند حکم کردن به حکم غیر الله این کفر است، به حکم ها کافر است، از نظر این مدخلی ها همشون خوارجند. صالح آل شیخ، مفتی سعودی، فوزان، ابن باز، ابن عثیمین، حمود ابن عقل الشعیبی، علی ابن خدیر الخدیر، سلیمان العلوان، همشون اینو یک مذهب دارند. و میرویم تو بالا، خوارج میگن اینها اسحاق ابن راهوی، ابن جریر الطبری، امام الشافعی و باز پایین اگر به عصر گذشته فریم محمد امین شنقیطی. همه این علما آشکار و واضح بیان میکنند. احمد شاکر، محمود شاکر و غیر از علما که هر کسی که به حکم غیر الله حکم بکند مطلقاً کاملاً یک نظام را بیارد، نظام کافر ساخته را بیارد به سر مسلمان ها، این را ضرور شمارد و مردم را مجبور بکند به تطبیق همین قانونی بشر ساخته، بداند که این حاکم کافر است. بداند که این حاکم کافر است. اما در نزد مرجعه ها، در نزد جهمی ها این چنین نیست. پس این بود جواب در مسئله سخن ابن باز که ما چی گفتیم اونها چی گفتند و در مسئله گویا ترکیبی که او گفته است. بدانید این مدخلی ها و این جهمی های غلات، این عازری ها مشرک را مشرک نمی گویند.
اما میخواهند بیایند در بالای حرف، بگویم در بالای یک حرکت صحبت بکنند. ما شما را به بحث علمی دعوت کردیم که بیایید صحبت بکنیم در مسئله اصول، اما رفتید مسئله را به یک طرف گذاشتید و به طعنه زدن و به دیگر کارهایی که فقط جهمی ها مشغول میشود مشغول شدید. الله خیرتون بکند. و با همین این قسم اول صحبت را به پایان میرسانیم. بارک الله فیکم.